چه گفت شیطان منافق داوجا می اومد مصاحبه مرا بگه تی تو سال داری نکو رقم تو قدر چی برسه. شما به اساس کدام ماده قانون انتخابات اینجا میان خانم‌ها رو تشویق میکنن که بر شما رأی بدن؟ بسیار خوب. بنده فقط سایت کم داره. در ولسوالی چال ما سایت نداریم. 22000 رایدی داریم در ولسوالی چال. ما خودم به پیسه شخصی خودم 60,000 روپیه موتر کرا کردیم و موتر کرا کردن نفرای خود انتقال دادیم در اینجا نمیشه در مکتبی زرد انتقال دادیم. شما به اساس قانون انتخابات من است که داخل سایت رایدی شدن، شما چرا داخل سایت رایدی میشید خانم‌ها را وادار می‌سازید؟ نفوذ مرا میخواهد. من نفوذ خود بس اینجاست که شما به اساس کدام ماده قانون انتخابات وارد محل انتخابات شدن و خانم‌ها را عملاً به قانون نمید سر قانون معلوم است نکن. تو این را گپ بزن بگو اساس قانون برای ما بگید. اساس قانون را بگید. بر اساس چی کدام قانون آمده داخل؟ بر اساس کدام قانون آمده داخل؟ قانون انتخابات میگه وکلا حق ندارن که داخل سایت شون. شما به اساس کدام قانون آمده داخل؟ شما عملا دارین خانم‌ها را تشویق میکنین. خوب میکنم تشویق میکنم. بگو خوب میکنم در داخل سایت خوب میکنم. نفرای خودم از ازبکای خودم از پس پیشین اگر رایم نتن پس در موترای خود بشینن تشویق شون پس برون. پس شما به اساس ازبک و تاجیک و پشتون میخواین رای بگیرید؟ بله من ازبک هستم. بله به اساس ازبک و تاجیک و پشتون میخواین رای بگیرید؟ نه ازبک رای میت. این دیگه اقوام برای شما ارزش نداره. ازبک رای میت. ولی شما به چی اساس آمدین در داخل؟ قانون انتخابات میگه وکیل حق نداره داخل سایت شود. شما عملا برای خانم‌ها میگید که برای من رای بدین. رای بیشرف وکیل گفتم رای بدی. امی لحظه شما برای خانم‌ها گفته رسین، امی لحظه در داخل سایت هستین، حضورتان نادرست است. خوب میکنم مردمم است. مردم ما گفته است ما ازبک هستم فارسی را یاد نداری تو. یا من یاد ندارم فارسی را تو گفته نمیتونی. ما میگم که بس چی کنم دیگه ای که شما که شیطانگریت از منافقی وظیفه ما این منافقت نیست، این حقیقت است. شما هر چی که فکر میکنید فکر بکنید. حضور یک وکیل در محل رایدهی حضور یک وکیل نادرست است. شما میفهمید درست است؟ تو رای نمیتی مردم رای نمیتی. که نمیتم. من یک خبرنگار هستم از یک رسانه بین المللی. تو یک تو خبرنگار نیستی تو چک بی غیرت. ندامه بتون. امیر یک چند تا مفت کنم. تو بگی بزن چرا کم میزنی؟ مفت چه؟ آقا جان چی حق داره خودت؟ من یک خبرنگار هستم حقم است. تو حق نداری گپای خودم بگوی. وکیل هست شما عملا توهین دارین درست است؟ شما امشب بخیر میبینین. من نفره خود از چال همیشه انتقال دادم. ببین من نفوس خودت کنی. جان چیه؟ نفوسای خودم من انتقال دادم در اینجا. انتقال دادم در کشمیشی. صحیح؟ خدا ضروری من راه ما اون امروز باران نیست. صحیح؟ آن من در اینجا آمدم. حضورتان غیر قانونی است جناب رئیس. حضور از اینا اینجا غیر قانونی است. انتقال پاس برین در خانه. شما به نوبت میاد نوبت حساب کنید. برو نوبت هیچ کس نمیاد. حضور خود وکلا در داخل سایت های رایدی عملا خانم لطیفه سیدی آمده خانم‌ها را گوشه میکنه و برش میگه ما تصویر هم داریم میگه شما برای ما رای بدید و میگه خوب میکنه و این از توان خودم است. شما به اساس قانون انتخابات چه میگید؟ فقط کسایی که چی هست میتونن یک فرم بگیرن شکایت کنن. شما اجازه دخول چطور برای از اینا دارین در حالی که اجازه نیست برای وکلا داخل؟ ما به هیچ کس اجازه دخول ندادیم. شما میبینید که چند هزار نفر اومد در این حالت پلیس جلوی کسی نگرفته نتونسته. وکلا حضورشان بوده؟ حضورشان مدینه که شما شاهد ببینید که مجلسی گرفتن از کسی نمیشه. بسم الله الرحمن الرحیم. هستم صبریه. ما به منایس یک ناظر ده اینجا آمدم مرا هر باب الله تعیین کرده و هیچ وقت یک وکیل هیچ حق نداشت که بیای مرا بگه که اول طرف من گفت که تو گم ناظری کی هستی فقط کاردی من دین مخم از هر باب الله گفتم میمونی گفتی موقع به من گفت گفتی ناظر به من گرای بتانیانی ما گفتم که نه ما گفتم ما کدام کاری نکنم فقط گفتم من زنا را تنظیم میکنم. این لطیفه سعیدی گفت فقط هم یک سلیت تو زدم کرده که همین دیگه چی کنم چرا مرا بزنم من چی گفتم که مرا بزنه فقط من استاد لطیفه سعیدی خواهش دارم که هیچ حق نداشت که اول داخل می آمد و بعد
بفرمایید. نمیشه اما زد قطعی مشت قطعی در پیش برم گرفت گفت مردای بچه در قطعی خودت گفت داخل اتاق بدر میکنم. کی گفت؟ امو دختر که امو را زده بود. چی نام داره او؟ لطیفه نام داره. چی نام؟ تو گم خیلی که توی کارا میکنی. تو چی گفته کارا می مردای بچه در قطعی خودت بدر میکنم گفت. او چی رقم او چی کلاگی؟ در این مرکز رایدی ما دو موتور سیاست از یک فامیل آمدیم. بله در مکتب شمایشیر بمبئی صاحب دیگه. خب از سیاست رسید قیتاسه که میزنه که چرا گفتی همون چی که تو رای با من نمیتی. خب وقتی یاره با دکتر عبداللطیف با اشرف غنی بودی. کی میگه؟ لطیف سعیدی. خب یک سیاستی که سندش در 45 باشه یا 50 باشه فشارم در حالی که داره تو را قیتاسه که میزنه میشه که سکته بکنم میشه. اینا گفتی همون چی که اگر این اختیار به لطیف سعیدی است خب گفتم ما بفهمیم اگر اختیار به لطیف سعیدی ما دلم کوفت کرده اگر ما چیزی ما کمیسیون بشنوه نشنوه والا گفتم صبح سرش عریضه میکنم چرا بزنم یعنی چی مشکل با ما ایجاد میکنه. لطیف سعیدی تکت که ما یک سیاست قدیم گرمگش شدیم ما از سیاست لطیف سعیدی ما پشتی از را گرفت جانداد خودش به ازبکای خودش مر یک چپات دورین زد. خب سعید کاری زد می روی مالم در نکنه چپات لطیف سعیدی